به لطف الهی خونه دارم، من به لطف الهی مغازه دارم، من به لطف الهی درآمد 20 میلیون تومان دارم، من به لطف الهی ماشین ایکس یا ایگرگ رو دارم، من به لطف الهی، شما بقیهش رو بگید، من به لطف الهی. خب این باور، میرسیم به بعدیش، تصویر. خیلی مهمه این، اصلا خیلی مهمه. من عاشق اینم، تصویر اون چیزی رو که تو میخوای تو ذهنت باید بیاری و تصویر اون رو بکشی. بهش میگن دریم بورد. میخوام که حتما انجام بدید بچه. من انجام میدم، همیشه انجام میدم و باور بکنید من میرسم بهشون بچه ها. شما هم انجام بدید. با این کارت دقیقا به ناهوشیارت این دستور رو میدی که به جهان هستی فرکانس رسیدن به اون رو بده. تو کاریت نباشه چجوری، تو آمار و ارقام رو رد و بدل نکن. نه نمیتونم برسم، تو فرکانسش رو بفرست با دریم بورد، با برد آرزوها. توی ذهنت اون چیزی رو که میخوای بیار. مثلا خونه 3 طبقه میخوای، یه سرچ بکن یه خونه 3 طبقه که دوست داری، عکسش رو بزن روی دریم بوردت. یه کارگاه قارچ میخوای، عکس کارگاهش رو بزن. یه مثلا پیج مثلا ایل میخوای، خب ایل میخوای، بیل میخوای، تصویرش رو بزن. مثلا من در مورد خودم تصویر 500K شدنم رو تو دریم بوردم زده بودم. پیجم بود و اونجا توی فالوورام نوشته بودم 500K. یا مثلا من تصویر 800K'یم رو زده بودم. یا خیلی برام جالبه، من تصویر مجوزم رو، مجوز روانشناسی و پروانه روانشناسی رو، نظام روانشناسی رو پرینت گرفته بودم از حالا توی گوگل و اون عکس اون خانومه رو که حالا عکسش اونجا بود، اونو و عکس خودم رو چسبونده بودم. شماره شناسنامه خودم رو نوشته بودم، زده بودم و اونو زده بودم به دریم بوردم. یا من گواهی نامه رانندگی ترکیه رو اون موقع که میخواستم شرکت بکنم میخوام براتون باز بکنم تو این تصویرسازی ببینید. خب عملا توی ایران که امتحان رانندگی دادم اولش رو رد شدم، بعد شو کرونا ما اومدیم ازمیر و خب حالا 7-8 ماه هم که راه بسته بود بعد اون کنار گذاشتم، ولی اینجا تصمیم گرفتم که برم. ببین باور داشتم میتونم و تصویر سازیش میکردم. تو ذهنم بود که من دارم نشستم، دارم رانندگی میکنم، مربیم پیشمه، هیچ ترسی ندارم، هیچ استرسی ندارم، هیچ نگرانی ندارم، با خیال راحت میرم. تصویر روز آزمون رو میآوردم تو ذهنم، تصویر سازی میکردم. خب من رفتم، سوار شدم، دارم میرونم، دارم اون منطقه های رانندگی رو میرم، خیلی آروم رفتم، عالی بود، خیابون خلوته، هیچ مشکلی نیست. من 45 دقیقه اینجا امتحان آزمون رانندگی 45 دقیقه رانندگی کردم و رسیدم و تموم شد. و تصویر امتحان تئوریشون که با کامپیوتر بود و اون تصویر سازی میکردم و اون خانمی که اونجا به من بود گفت که خب بالاخره برای تو سخت خواهد بود کلاس‌ها چون زبان ترکیه، ولی آزمون تو مترجم هم هست، یعنی میتونی بزنی فارسی باشه، ولی خب از کتاب‌های ترکیه من آزمون رو باید میدادم، نه از کتاب‌های فارسی. خب خیلی خوب بود. من از 192 شده بودم اگه اشتباه نکنم و توی آزمونم بچه من که رسیدم اونجا خانمایی بودن که سری 4مشون 5مشون بود شرکت میکرد و من سری اول قبول شدم و خود هم استاد هم اون نفری که داشت آزمونو میگرفت خیلی تعجب کرده بود. چرا؟ چون من به جای اینکه نگران آیندم باشم بگم خدای من رد میشم، من قبول نمیشم، میگفتم که تو تصویر سازیم چشمامو میبستم، میگفتم خدایا زمان رانندگی دستای تو دستای منه و تو از طرف من رانندگی میکنی. خلوت ترین تایم، بهترین تایم،
عالی ترین تایم افتاد به من و من در کمال آرامش روندم و من قبول شدم و من باز یه دونه گواهی نامه ترک رو از گوگل سرچ کرده بودم، پرینتش رو گرفته بودم، عکس خودم رو زده بودم روش، اونم زده بودم به دریم بوردم که من گواهی نامه ترک میگیرم و خب همون شد، من گرفتم. خیلی جالبه نه؟ ولی من به خیلی از چیزایی که میخوام تو زندگیم برسم اینجوری میرسم. میخوام که شما این روش رو از امروز امتحان بکنید. نمیگم همون فردا بر من اتفاق افتاد، نه، شاید همین پروسه 4-5 ماه زمان بود ولی اتفاق افتاد به شیرین ترین حالت ممکن. حالا تصویرسازی رو بهش میگیم تصویرسازی ذهنی. کیها انجام بدم؟ بچه‌ها 2 زمان خیلی مهمه. یه دونه زمانی که از خواب بیدار میشید، مثلا 5 دقیقه اول خواب که توی حالت خواب و بیداری هستید. یه دونه هم شب که میخواید بخوابید 5 دقیقه آخر دیگه داری میبینی که داری میری، اون موقع شروع میکنی به تصویرسازی. مثلا ببینید توی ذهن منو نگاه کنید، خب رانندگی میکنم، چقدر عالی، هیچ مشکلی نیست، جاده ها خلوته، با خیال راحت میرونم، اون گذرگاه رد کردم، استاد گفت خیلی خوبی، دستام اصلا نمیلرزه، پاهام توی تعادله. هی اون صحنه رو دارم تصویرسازی میکنم. آخر سر رسیدم به اون قسمت، مربی برام دست زد، گفت که قبولی، اون افسر هم گفت قبولی و من خوشحالم و من گریه میکنم و دقیقاً همه اونها اتفاق افتاد و من خوشحال و گریان اونجا رو ترک کردم. این میشه تصویرسازی. حتما 5 دقیقه قبل خواب، 5 دقیقه بعد از بیدار شدن. چرا؟ چون درهای ناهوشیار بازه و ما میخوایم که تو ناهوشیارمون بنویسیم، کد بذاریم که اون فرکانسش رو به جهان هستی بده. همین رو یاد بگیرید، اجرا بکنید، خیلی از آرزوهاتون میرسید، به خیلی هاشون. حتی من تصویر 500 کاری 800 کاری شدن و یه پرینتش هم بچه ها گذاشته بودم توی کیف پولم که همیشه باز کنم ببینم. یعنی هی تو ذهنم بود بهش فکر کنم چون باور داشتم بهش میرسم. خب مورد بعدی بچه ها تأکیده. بعد از تصویرسازی ذهنی تأکید یعنی این که به خودت فکر کن، ببین در طول روز چه جملاتی رو در مورد خودت و اون خواستت هی تکرار میکنی. مثلا من آرزومه، مثلا دارم میگم مجوز روانشناسی بگیرم، خیلی آرزومه، دوست دارم، اینو میخوام بهتون بگم، گرفتم منظور اون موقع رو میگم که میخواستم بگیرم. اگر جملاتی که من هر روز استفاده میکنم این باشه، گرفتن مجوزم خیلی سخته، به هر کسی مجوز نمیدن، این کار خیلی دشواره، من نمیخوام انجام بدم. نه ول کن، مجوز رو میخوای چی کار؟ روانشناسای علم مجوز میگیرن، دکترا مجوز میگیرن. اگر حرفای تأکیدی من این باشه، من به اون مجوز نمیرسم. خب مثلا شما خونه میخواید، خونه 3 خوابه که دیروز گفته بودید، با مثالای خودتون بگم، هی میاد تو جملاتتون در طول روز یا تو فکرتون، فرق نمیکنه چه تو کلام چه تو میگید که نه بابا من از کجا میتونم خونه بخرم، خونه هم خیلی داره گرون میشه، 3 خوابه عمرن هر کسی نمیتونه اون خونه رو بخره، ما لیاقت اون خونه رو نداریم. تو داری به جهان فرکانس منفی رسیدن به اون خونه میدی و تو به اون خونه هرگز نمیرسی. تو باید جملات مثبت برای رسیدن به اون خواستت حتما بگی. مثلا توی یه برگه‌ای برای خودتون
10 تا 20 تا جمله مثبت برای رسیدن به اون خواستتون و آرزوتون بنویسید. مثلا من برای مجوزم، من مجوز روانشناسی دارم، من مجوز روانشناسیم رو به لطف الهی گرفتم، من به شکل آسان، من اینو می نوشتم و می گفتم، من به آسان ترین شکل ممکن مجوز رو گرفتم، من در گرفتن مجوز هیچ مشکلی ندارم، من مجوز روانشناسیم رو داخل قاب گذاشتم. 10 تا 20 تا بنویس و هر روز یه بار دو بار با خودت تکرارش کن. اصل تأکید و تکراره، بهش میگیم اصل تأکید و تکرار. تأکید کن، تکرار کن که میخوای به چی برسی. حالا تو بیای برگردی چیز منفی بگی، مطمئنا نمیرسی. پس 10 تا 20 جمله برای خودت بنویس، تکرار کن هر روز 2 بار. اگه میتونی با صدای بلند، کسی تو خونه نیست، جلوی آینه بگو. اگر نه احساس میکنی کسی از اذیت میشی، همینجوری من مثلا به لطف الهی یا مثلا بیماری، جمله تأکیدی تو اولا مثلا بیماری، تصویرسازی مثبت از خودت بکن. تصویر مثبت، شادی، خوشحالی، داری میدوی، درد تو اون ناحیه بدنت دیگه نداری، لذت میبری. و تأکید جملات، تکرار و تأکید جملات مثبت بگو. مثلا بگو که من سالم هستم، من دست درد ندارم، من دستم به عالی ترین شکل کار میکنه، عشق الهی تو دست من در جریانه، من با دستم میتونم غذا بپزم، من با دستم میتونم لباس بشورم. جملات مثبت در مورد دست. حالا ما دست درد داریم، میخوایم مثلا دستمون درست بشه دیگه، جملاتمون اینه: دستم خیلی درد میکنه، پدر منو در آورده، اولش اینجاش درد میکرد، الان اینجا هم درد میکنه، رفتم دکتر گفت اینا خوب نمیشه، نیاز به عمل داری، بدبخت شدم، نمیدونم این از کجا در اومد. ببینید جملات تأکیدی که استفاده میکنید باعث میشه که این دردتون تشدید پیدا بکنه. چرا؟ چون شما به جهان دارید ارتعاش و فرکانس همینو میدی. بیا عوضش کن، بگو که من دست سالمی دارم، دست من پر از عشق الهی است، انگشتان دست من خوب کار میکنه، مچ دست من عالیه، من با دستم میتونم کارهای خوب انجام بدم، من تا حالا با دستم تونستم این کارا رو انجام بدم. ببین چه معجزه هایی برات اتفاق میفته. یا مثلا دلت پول و ثروت میخواد، تصویر سازی میکنی ولی میای تو جملات تأکیدی میگی که من بدبختم، از اول شانس ندارم، این حقوق بگیر نگیره، یه آب باریکی میاد، پول کف نمیدونم چرک کف دسته، نمیرسه اینا تو رو به پول، ولی من به لطف الهی ثروتمندم، من از درگاه فراوانی خدا ثروت و برکت میگیرم، من از راههایی که احساس نمی کنم خدا به من برکت میده، ثروت توی حساب من هر روز بیشتر و بیشتر می شود، من از راههایی که فکر نمی کنم پولم بیشتر و بیشتر می شود، جیب من، کیف من پر از پولهای الهی است. اینها باعث میشه که تو اونا رو جذب بکنی. پس حواست به کلمات و چیزایی که تو ذهنته بگو. ممکنه تو کلام بگی ولی تو فکرت هم نه بابا الکی من بدبختم، نه، اینم اشتباهه. فکر و ذهن با کلام دنیای ما رو میسازه. من قرض ندارم، من پول ندارم، من نمیتونم، اینها همش فرکانسایی که ما رو از ثروت دور میکنه. اینو یادتون نره. 1000 تومن داری، بگو خدایا پروردگار من همون پروردگاری است که به این 1000 تومن من 1000 برابر 100 برابر برکت میده. پروردگار من همون پروردگاری است که راه رسیدن به این مجوز رو به من نشون میده، همون پروردگاریه که درها رو به روی من برای رسیدن به اون خونه 3 طبقه باز میکنه. توی مورد بعدی تأکید و تکرار گفتم تلاشه. توی تلاش ذهنی من تلاش جسمی رو آوردم چون میخواستم اینجا یک مثالی رو بهتون بزنم. ببینید ما تلاش تأکید تکرار میکنیم ولی تلاش جسمی هم نیازه. برنامه بریزم، یه کاری براش بکنم، قراردادی ببندم، نمیدونم وامی بگیرم، آزمونی شرکت کنم و خیلی چیزای دیگه. بذارید یکی از
چیزایی که بهش رسیدم رو کامل بهتون توضیح بدم که بدونید تلاش ذهنی، تکرار و تاکید چه تأثیری گذاشت.